سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو براتون یه استراتژی خفن دارم که گوشه ای از کوچه وی آی پی مونه که بچه این استراتژی رو من همینجا قبلش ضمانت میدم روزانه 7 تا پوزیشن سوده میتونید بگیرید. شاید الان تعجب بکنید مگه ممکنه مگه همچین چیزی هست؟ بله هست بچه‌ها. تو تایم 1 دقیقه کافیه بیایید و این استراتژی بچه برای اسکلپ هست، مثلا تایم 1 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه و نهایت 15 دقیقه که پیشنهاد نمی‌کنم. همون تایم‌های خیلی پایین 1 دقیقه، 5 دقیقه و 3 دقیقه خیلی خفنه. یعنی شما فقط کافیه این ویدیو رو ببینید، برید قبل از اینکه اصلا برید اجرا بکنید، برید بک تست بگیرید. تو همون یه روز، فقط یه روز معاملاتی رو برید بک تست بگیرید، ببینید چقدر پوزیشن سود بهتون میده. تو همون یه دونه تایم فریم 1 دقیقه، بقیه تایم فریم ها رو بذارید کنار. خب شما همون تایم برای 1 دقیقه یا 3 دقیقه یا 5، هر بر اساس رویتون هر تایمی کار میکنید، بر اساس همون یه روز رو برید بک تست بگیرید، ببینید چه معجزه این استراتژی. و بچه میدونم چون الان رایگان خیلی قدر نمیدونن، ولی همین استراتژی رو من قول میدم کپی برداری میکنن تو دوره هاشون قیمت های میلیونی بهتون میفروشن و شما که رایگان دارید میگیرید قدر نمیدونید. چرا؟ چون رایگانه. و به خاطر همین بچه محتوا رایگان نمیذاریم و امیدوارم الان قدر اینو بدونید. بچه این استراتژی خیلی خفنه، خودم شخصا استفاده میکنم برای اسکلپ مدت هاست و این وین ریت خیلی بالایی داره. خب و اینو برای مردم عزیزمون گذاشتم که برای فالوورامون مخصوصا که نهایت لذت رو ببرید. بچه‌ها حمایت یادتون نره. اول من تئوری بهتون توضیح میدم، بعد میریم روی به صورت عملی رو چارت مثالاشو براتون میزنم. امروز جمعه که بانک هالیدی بود، چارت کلا به این صورت بوده که ما به این صورت ها کار نداریم. ما به بازار روندار کار داریم که تو تایم فریم 1 دقیقه روند خیلی سریع، حتی مثلا تو تایم فریم بالا بازار رنج باشه، تو تایم 1 دقیقه ما روند داریم که میتونیم از این استراتژی استفاده بکنیم و نهایت لذت رو ببریم. حالا سناریو کلیش چطوره؟ من سناریو رو بهتون میگم، حالا ممکنه یکم ساده بیاد ولی رو چارت ببینید چقدر خفن و ویریت های بالا و همینطور آربارای بالایی بهمون میده که ما هم آر دومون رو میگیریم میزنیم به چاک. خب که این ویریت ما رو خیلی بالاتر نگه میداره. سناریوی کلی چطوره؟ مثلا روند کلا نزولیه یا لگ قبلش کافیه مثلا نزولی باشه، یه اصلاح بده به سمت بالا، حالا یک کندل، 2 کندل، 3 کندل مهم نیست، یه اصلاح بده بعد از یه اسپایک یا یه روندی که نزولیه، اصلاح بده به سمت بالا. این اصلاح رو قیمت 100% شد تا این کف برگرده، تا این کف 100% وقتی برگشت قیمت نتونه کف رو بشکنه، دوباره اصلاح بده به سمت بالا. وقتی اصلاح داد شما پشت این سقف یه ناحیه یه کندلی پیدا میکنید، اینجا اینو ناحیه میکنید، اوردر گذاری میکنید و راحت این ریزش رو از همینجا ادامه میده. و الان تعجب کنید که این چطوری ممکنه. مگه میشه؟ الان رو چارت مثالاشو میبینید که خیلی خفن جواب میده و وریت بالایی داره. خب به این صورت شما پیدا میکنید و تارگت سیفش تا اینجاست، اما تا آرهای بالاتر هم خیلی راحت میره. الان مثالاشو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب و بچه این گوشه ای از کوچه وی آی پی امروز که کلا بانک هالیده بود، میرم از روز قبل که من علامت گذاری کردم، امروز کار نداریم، این روز قبله بچه، این خط هست سشن بریک خود چارت هست که روز قبل رو به ما نشون میده. ما از روز قبل شروع میکنیم و بچه این استراتژی که اینجا میگم گوشی از کوچه وی آی پی و کوچه ما کلا از این دسته استراتژی های سوده و وین ریت بالا تشکیل شده. بچه که تو دورم میدونن. خب بچه از این استفاده کنید، معجزه‌شو میبینید تو چارتتون و حتما عکس سوداتون رو وقتی استفاده کردید برای من بفرستید که چطوری جواب گرفتید. خب بچه‌ها من اینجا مثال‌ها رو براتون روز قبل ببینید. تو یه روز همون ساعت‌های پایانی روز، یعنی از ساعت 10 11 12 1 2 شب هم ببینید 1 و 2 که تعطیله، ولی خب 10 تا 12 ببین 4 5 تا پوزیشن داره، یعنی کل روز شما 10 12 تا راحت میگیرید که اصلا نیاز نیست این همه رو بگیرید. شما 2 تا آربار 2 بگیرید اصلا برای اینتون در اومده، روزی 2 تا یه دونه بگیرید تا پایان هفته 10 تا تی پی دارید، یعنی 20% اکانتتون میره بالا که این فوق العاده است. یعنی فقط باید ذهنتون رو کنترل کنید، اصلا نیاز نیست این همه بگیرید، فقط 10% ماهانه بگیرید کافیه. خب بچه چطوری؟ من به شما گفتم، خب سناریوشو بهتون دادم. خب اینجا روند ما کلا نزولیه دیگه، تایم فریم 1 دقیقه است. خب روند ما نزولیه، ببینید به این صورت روند ما نزولیه، اینجا اصلاح داده به سمت بالا، این 100%ش رو کامل اینجا برگشته با این لگ، یه ناحیه پشت این سقف ما پیدا میکنه. وقتی برگشته این سقف این کف رو ببخشید نتونسته بشکنه، یه ناحیه ما یه فیجی داریم، یه کندلای مکس قیمتی همون یه بیس داریم، اینا اینجوری امتداد میدیم و وقتی این میبینیم کف رو نمیتونه بشکنه، اصلاح میده به سمت بالا، ما اینجا یه ورود میتونیم بزنیم. استاپ هم پشته. بچه من عذر میخوام، داشتم صحبت میکردم، شارژ سیستم تموم شد، ویدیو قطع شد. خب بچه گفتم اینجا وقتی ببینیم روند ما نزولیه، قیمت یه اصلاح میده به سمت بالا، 100% این اصلاح رو برمیگرده، نمیدونه کفو بزنه، دوباره واکنش میده به سمت بالا، ما اینجا یه ناحیه پیدا میکنیم. ناحیه پیدا کردیم، بعد از یه تاییدیه ما ورودمون رو میزنیم
استاپ میشه پشت این کندل و OTP سیف ما اینجاست، یعنی نوک جایی که اصلاح شروع شده اینجا تا اینجا ما آره 2.5 رو به ما داده، یعنی 2.5% اکانتت به همین راحتی میره بالا، به همین زیبایی، به همین راحتی. بچه این استراتژی من نمیگم استاپ نداره، استاپ داره ولی وین ریت خیلی بالایی داره، 87 88 خیلی راحت تو 90 روز گذشته وین ریت 87 من خودم گرفتم تو استیتمنت حساب لایو هم حتما سعی می‌کنم اون تو کانال براتون قرار بدم. خب بچه ببینید همینطور که روند ما هنوزم نزولیه، خب دیگه پایان روز معمولا دی تریدر ها اینجا کلوز میدن، بازار شکلی میشه. اگر روند در کل روز سعودی باشه پایان روز قطعا ما ریزش رو خواهیم داشت که اینم یه تیپس دیگه بهتون بگم. و بچه اینجا روند ما نزولیه، قیمت اینجا یه اصلاح داده به سمت بالا، اصلاح رو ببینید، اصلاح داده با این لک 100% رو برگشته حتی پایینتر، اما کلوز زیرش نداده، نتونسته اون رو بشکنه و دوباره سعی کرده برگرده بالا. ما اینجا یه ناحیه پیدا میکنیم دیگه، ناحیه کجاست؟ این کندل قشنگ خوشگلی کندل رو پیدا میکنیم، واکنشی که به ما داده آقا این کندل رو تاییدیه ما میندازیم پشت این. آره اصلا ببینید بچه خیلی اصلا ریخته، اصلا آره 2 ما بگیریم کافی، آره 4 5 هم به ما داده، ما آره 2 رو اینجا گرفتیم به همین زیبایی. تو تایم فریم 1 دقیقه با 6 7 تا کندل، یعنی 6 7 دقیقه ما تو سایات پایانی روز ما این پوزیشن رو گرفتیم به همین زیبایی، یعنی توی نیم ساعت آخر روز ما 2 تا پوزیشن راحت آربار 2 یعنی 4% این 2.5 بود، این 2 خیلی راحت ما گرفتیم و به این زودی. بعد دست کم نگیرید، اینا که من میذارم بچه همینو من دوره میکردم همین میلیون ها فروش میرفت. خب پس ازش استفاده بکنین، گوشه از گوشه وی آی پی. خب از این استراتژی ما زیاد داریم که خیلی فقط اینا کافی امتحان بکنید بعد معجزش رو میبینید. ما دوباره اینجا روند ما نزولیه، یه مثال دیگه من براتون نشونه گذاری کردم بچه‌ها ببینید روند ما نزولیه، با این 2 تا کندل اصلاح داده به سمت بالا، با 2 تا کندل بعدش برگشته 100% اینو، ولی کلوز زیرش نداده، یعنی نتونسته اون رو بریک کنه به سمت ما یه اف وی جی داریم ریز یه اف وی جی داریم با اولین کندل سیگنال بار ما اینجا ورودمون رو ثبت میکنیم و اینجا ما استاپمون میفته پشت این ناحیه، یعنی سیفش تا این شادو هم ما بگیریم، یعنی پوینترین لوش دیگه تا اینجا بگیریم آربار 3 به ما داده، یعنی تا اینجا آربار 6 هم رفته، قشنگ نگاه کنید. ولی ما اینجا آربار 3 رو هم به همین زیبایی گرفتیم، به همین قشنگی. خب این قدرت این استراتژی بچه خیلی خفنه، کافی برید بک تست بگیرید، امتحان بکنید تو لایو مارکت، اصلا همین برای سوده شدن شما کافیه. دوباره روند ما نزولیه، اینجا ما یه اصلاح داشتیم به سمت بالا، خب یه اصلاح داشتیم با 2 تا کندل، با این 2 تا کندل قرمز اومده 100% اون رو پس گرفته. پشت این ناحیه ما اف وی جی داریم دیگه، اینجا یه اف وی جی بزرگ داریم که ما میتونیم این کندل رو کلا در نظر بگیریم. ناحیه مهمه بچه‌ها، یعنی ناحیه که پیدا کنید، کندل باشه، اف وی جی باشه، بیس باشه، هر چیزی ناحیه پیدا بکنید. وقتی برگشته به این ناحیه شما میتونید هم اوردری کار بکنید، حالا ریسکی تر هستید اوردری کار بکنید، باشه که نه میخوان سیف تر کار بکنم با تاییدیه. وقتی اینجا شروع میکنه بریزش من همینجا لبش ورود میزنم، استاپ هم میشه پشت این شادو و پشت همین ناحیه و ببینید بچه‌ها چقدر ریخته، یعنی تا خود نوکش آره 5 داده ولی ما تو همین پایینش آره 2 رو میگیریم و میزنیم بیرون. اصلا آربار 2 خیلی راحت این استراتژی به ما میده. و یه نکته بچه‌ها در مورد این استراتژی بهتون بگم اینه که تو این ناحیه ها اصلا معامله نکنید. خب وقتی میبینید همچین اسپایک هایی هست و واکنش ها باز سریعه به صورت برای اینجا معامله نکنید، معمولا اینجا تغییر روند اتفاق میفته تو اون تایم فریم و اینجاها معمولا استاپ میده، پس اینجاها رو ما معامله نمی‌کنیم اگرچه ورود به ما بده. پس اینجا ببینید اینجا اصلاح داده، دوباره برگشته، دوباره اینجا ورود داده، ولی ما اینجاها رو معامله نمی‌کنیم. چرا؟ چون وین ریتش اینجاها پایین‌تره. بعد اینجا دوباره یه مثال دیگه هم هست، روند ما سعودیه، گفتم تو تایم فریم های پایین روند خیلی سریع عوض میشه، تو گرچه تایم فریم های بالا ما وارد یه رنج باشیم ولی تو تایم فریم های پایین‌تر ما روندهای کوچیک داریم که اونها برای ما کافیه برای این استراتژی. چطوریه؟ اینجا روند قبلش ما سعودیه، اینجا اومده با این کندل اصلاح داده، پولبک لایه سوم هم هست، اینجا اصلاح داده، با این شادو دوباره برگشته 100% اینو. بچا دقت کنید، من زوم بکنم قشنگتر ببینید، اینجا 100% اینو با این شادو برگشته، دوباره با این کندل اومده اینجا نوک‌زنی کرده. ناحیه ما کجاست؟ آقا بچا ما اینو میگیریم دیگه، این شادو این ناحیه، اینجا ما کلا یه اف جی بزرگ داریم، همین زیر لو این برای ما میشه ناحیه استاپ گذاری. همینجا قیمت با این شادو میاد واکنش میده، ما ورودمون رو اصلا روی کلوز این کندل بگیریم، یک کندل سعودی هست، من بالا این میگیرم، استاپم پشت ناحیه میذارم اینجا و بچه آره 4 هم تا اون بالا رفته، ما نیاز نداریم بهش، ما با یک کندل آربار 2 رو به ما داده، با همون کندل دومش آربار 2 رو به همین زیبایی به ما داده. و ببینید بچه الان تو چند تا مثالی که ما داشتیم استاپ نداشتیم، خب ولی استاپ داره این استراتژی. اینجوری جو زده معامله نکنید که من ریسک بالا میزنم معامله استاپ، نه استاپ داره.
ولی ولت خیلی بالایی داره، یعنی ارزش این استراتژی خیلی بالاست که تو کانال به صورت عمومی داره قرار میگیره. پس نهایت استفاده رو از ببرید و لذت ببرید و برای فالوورامون اختصاصی و دیگه هر جایی هم شیر کردید دیگه حتما منبعش اعلام بشه بچه. خب اینجا ما ستاپ نداشتیم، من بررسی کردم. خب اینجا هم 100%ش باشه خیلی مهمه، بر نگشته، پس اینو ما نمیگیریم. ولی خب ببینید تایم فریم 1 دقیقه است. خب این یه لگر بلند حساب میشه، یه روند حساب میشه. اینجا ما قبلش صعود داریم، این کندل اومده پول بک لایه سوم انجام داده و اصلاح داده، بعد اصلاح 100%ش با 3 تا کندل برگشته بالا. وقتی 3% برگشته ما ناحیه پیدا میکنیم. ناحیه ما کجاست؟ ما اینجا این کندل و این شادو رو دوتا رو که هم پوشانی دارن، بچه‌های وی آی پی میتونن اینجا یه ناحیه‌های مخفی ما داریم که خیلی خفن و پاسخ خوبن. خب این وقتی اصلاح داده به سمت بالا رسیده نزدیکی این، نرسیده به اینو که اوردر رو بعد همینجا به ما تاییدیه داده. پس ما همینجا یه ورود میزنیم، استاپ میذاریم این زیر تا اونجا بچه آر 3 به ما داده ولی ما آر 2 خارج میشیم. اصلا چرا طمع بکنیم؟ ما میتونیم سود تضمینی 2 رو نمیفروشیم به سود احتمالی بالاتر. این نکته رو حتما داشته باشید بچه. هیچ وقت مثلا آربار تضمینی خودتون، استراتژی خودتون رو نفروشید به آربارهای بالاتر که احتمالیه. پس حتما پایبند باشید به پلنتون. استراتژی آربار 2 من بهتون میگم بگیرید، پس همینو بگیرید، بیشتر از این طمع نکنید. گرچه بیشتر اگر بده تایم فریم 1 دقیقه مخصوصا. ببینید همینجا بچه‌ها تی پی رو زده آر 2، بعد یکم رفته بالاتر، گرچه آر 3، ولی همین رو رفته بالا برگشته. گاهی همینجا نکتنی میکنه برمیگرده، گاهی هم مثلا آر 1 میره برمیگرده. پس استاپ داره. پس دقت کنید هم آر 2 رو بگیرید بیاید بیرون. ویلیتتون به شدت بالا 87 88 ویلیت به شدت بالاییه به نسبت به بچهای اسکالپ، اونم آر 2 خیلی بالاست. بچه ما اینجا دوباره یه لگ سعودی داریم که خودش در دل اصلاح روند نزولیه. اینجا ما یک کندل داریم پول بک انجام داده، پول بک لایه سوم. بچه پول بک لایه سوم انجام داده با یه تک کندل 100% اینو کامل برگشته که نتونسته بریکش بکنه. دوباره واکنش داده به سمت پایین. ناحیه ما به این خوشگلی این کندل قشنگه رو ما داریم اینجا و با همین یه دونه کندل ما اینجا ورود میکنیم، استاپ میفته زیر این تی پی سیف ما بچه اینجاست. خب ولی ما میخوایم آر 2 بگیریم. آر 2 ما اینجا میفته بچه، نزدیک تارگت اومده برگشته استاپ زده. ببینید بچه گفتم همیشه تی پی نیست، استاپ داره ولی نزدیک تارگت ما رفته و برگشته آربار 1 تی پی سیفش رو داده. گفتم تی پی سیفش کلا این سقفه. خب دقت کنید تی پی سیفش اینجاست و به همین زیبایی دیگه بچه ریت خیلی بالایی داره، استاپ هم داره. اینجا گفتم دقت بکنید. ولی خب در کل اینجا روند ما نزولی بوده ولی همچین ورودایی رو هم از دست ندید، چون معمولا همشون تی پی میشن. من همشون که نمیتونم بگم ولی اکثرا تی پی میشن. ولی اینجا ما یه دونه استاپ داشتیم که خیلی هم خوشحالم که اینجا این مثال استاپ شد. چرا؟ چون با این توهم که همش سوده جلو نرید بچه. ما استاپ داریم ولی وین ریت این استراتژی به شدت بالاست، پس این نکات رو هم توجه بکنید. خب بچه اینجاها رو من بررسی کردم. ما بر ورودهای ریزی داشتیم که اینجا فعلا برای ذهنیت شما اینها رو الان آموزش نمیدم، پارت های بعدیش. ولی خب همین استراتژی همین رو برید تست بکنید، خیلی خفنه. یه چند تا مثال دیگه بزنم قشنگ براتون جا بیفته. خب این قبل NFT روز پنجشنبه اینجا ما یه مثال دیگه داشتیم. خب بچه‌ها ببینید روند قبلش نزولیه دیگه، تایم فریم 1 دقیقه‌اش نزولیه. اینجا اصلاح داده به سمت بالا با این کندل اومده 100%ش رو برگشته. ناحیه ما کدومه؟ این کندل خوشگله، نگاه کنید. کندل دوباره برگشته واکنش داده. اینجا اینو بگیرید به همین زیبایی، بیایید اینجا پشتش بذارید، استاپش رو حتما پشت ناحیه بچسبونید. نیاز نیست چیز دیگه در نظر بگیرید، چون معمولا این مال اسکالپ خیلی ریز و سریعه. بیاید اینجا به این صورت آر 2 رو خیلی خوشگل به ما داده، آر 2 رو به ما خوشگل داده به این صورت. خب اینم از این. یه مثال دیگه هم اینجا دادیم بچا، ریز. این معامله برای اسکالپ هست، پس باید ریز بشید. شاید مثلا تایم فریم 1 دقیقه، حالا هر تایم فریم دیگه که کار میکنید. خب این دوتا کندل داده، با این کندل تمام 100% شد، با مخصوصا با این برگشته. دوباره این اینجا باز شده، با این شادو اومده اوردر اینو برداشته. ما اینجا یه اف وی جی داریم به این صورت و ورود ما رو میتونستیم هم اوردر بکنیم هم اینجا وارد بشیم. هیچ فرقی نداره. بچه‌ای که ریسکن اوردر میذارم بالاتر وارد میشن، بچه‌ای که سیف کار میکنن اینجا اینم آر 2 رو هم بچه آر خیلی بالاتر داده، آر 2 رو ما میگیریم. خب بچه‌ها اینجا دوباره یه مثال دیگه داریم که احتمالاً آخرین مثال ما هست که قشنگ لب به کلامو بگیرید و اینو داشته باشید. بچه دقت بکنید، همیشه مثل مثال های دیگه کندل ها همیشه واضح و اینا نیستن، پس با دقت به خرج بدید و با دقت بالا ترید بکنید. خب بچه اینجا روند ما قبلش صعوده. اینجا ما یه اصلاح داشتیم به سمت پایین، با این شادو اومده 100% این
اصلاح رو برگشته، دوباره با این شده دوم اونده اوردرها رو برداشته، ناحیه که ما کدوم ناحیه ما این کندل رپ مشکوک رو ما برمیداریم با این دوتا تاییدیه، هم داجی هم اینه. ما اینو میگیرم سیگنال بار و کی بار که ورودمون رو انجام میدیم، استاپ میفته پشت این آره دو، ولی هم بالاتر بچه، یعنی آره بالاتر داده ولی طمع نکنید آره 5 6، ولی ما آره دو رو میگیریم که سیف کار بکنیم. به همین زیبایی با چند تا کندل آر بار دو ما تاچ شده، 2% اکانت رفته بالا. بچه دقت کنید، من این نکته بگم همینجا اینه که این همه پوزیشنی که ما اینجا گرفتیم حدود 6 7 8 تا، خب زیاد بیشتر ما گرفتیم اینجا، اینا همش تو یه روزه، یعنی ساعت الان ساعت 2، یعنی ساعت صبحش اینجا ها مونده. خب مثال اینور پوزیشن های بیشتری داشته، یعنی هر تایمی شما بیایید احتمال که این ستاپ رو ببینید خیلی زیاده. پس این ستاپ رو جدی بگیرید، برید اول بک تستش رو بگیرید، بعد برید اصلا پیاده کنید، همون روز دوم برید معامله بگیرید، عشق کنید و حتما تمرین بکنید، چشمتون عادت کنه. گاهی ریز تشکیل میشه، پس بک تست و تمرین زیادی نیاز داره که چشمتون عادت بکنه. یه مثال دیگه اینجا هست، بچه‌ها من این مثال رو بزنم دیگه توضیحات تکمیلی رو بهتون بدم. خب بچه‌ها ما اینجا تغییر ساختار داشتیم، روند دیگه نزولی با این کندل ها. شما دو تایم فریم 1 دقیقه معمولا دنبال سل میگردید، اینجا اصلاح ضعیفی داده، دوباره با دو تا کندل قوی اومده 100% نوک این شادو رو تاچ کرده و پایین‌تر از اون نرفته، دوباره با تک کندل سودی رفته به سمت بالا. ناحیه ما کجاست؟ اینجا ما یه فیجی فاصله داریم، اینا امتداد میدیم با تک کندل تاییدیه، همون سیگنال بار کی بارش هم اینجاست. خب ولی ما با ببخشید عذرخواهی میکنم، این بار برگشتش هستش، با این ناحیه اومده اوردرها رو برداشته، این سیگنال بار اینم کی بار که تو ناحیه تیپی سیف هستش. پس ما معمولا همچین جایی که این استاپ ریز تشکیل شده ما با همون تاییدیه اول ورود میزنیم. من مثلا با این تاییدیه وارد میشم، بچه‌ها ریسکی که اوردر میذارن. خب و من اینجا با این تاییدیه سیگنال بار وارد میشم و استاپ هم بالای ناحیه است. آر بار دو حتی آره نمیدونم 10 12 15 هم داده، ولی ما آره بار دو خارج میشیم. گفتم شما همچین پوزیشن های میبینید که میگه نمیبستم اینقدر میریخ، نه اینطوری طمع نکنید، همون دو سیف رو خارج بشید برید واسه ستاپ بس، چون گاهی اوقات اصلا همین دو کفایت میکنه، دو میزنه برمیگرده. پس همین دو رو کفایت بکنید، طمع نکنید، از وروداتون رو بزنید و لذت ببرید. بچه این استراتژی ارزش خیلی بالایی داره و حتما برید بک تست بگیرید. یه روز کافیه، مثلا چند ساعت، 4 تا همین الان برید باز بکنید بک تست بگیرید، معجزه‌شو میبینید. تو همین لایو مارکت برید شما اینا بک تست فوروارد تست بگیرید، ببینید چه خفن این استراتژی، چقدر ارزش بالایی داره. بابا بچا این گوشه ای از کوچ وی آی پی ماست. کوچ وی آی پی ما حدود 20 قسمته که هر کدوم ما نکات و استراتژی های متفاوتی بهتون گفتیم که همشون ویرایت خیلی بالایی دارن. استراتژی های ما برای همین من میگم هر کسی، یا به اصطلاح میگم که برای شرکت در دوره آموزشی ما وقتی شرکت میکنید تصمیمتون مصممه، این میشه دوره آخرتون. وقتی شما با همچین مطالبی که همین الان اینو برید امتحان بکنید تو لایو مارکت، ببینید چه معجزه‌ای، چه استراتژی خفنیه، ببینید این چه قدرتی داره دیگه، تو کوچ وی ما ترکوندیم دیگه. برای همین میگم دوره آخرتونه، برای همین میگم اون تموم کننده کاره. خب ما همچین چیزا با همین زبون ساده، با همین استراتژی خفن تو تایم فریم های پایین اسکالپی یا مثلا هر استراتژی برتون بالاتر، همه رو به صورت واضح و زبون ساده توضیح دادیم و بعید میدونم مثلا الان این استراتژی نیاز به پشتیبانی داشته باشه، بلکه مثلا کوچ وی آی پی ما کلا منتورینگ و پشتیبانی دائم به صورت شخصی با خود من رو داره. خب ولی کلی میگم به همین راحتی به همین زبون ساده بهتون آموزش دادم، یعنی از اصطلاحات خیلی پیچیده مارکت میگم اینجا نمیدونم بک تو بریک ایون، بک تو فلان، اینور اونوره، اصلا میرا بنویسم دور، اصلا به همین زبون ساده با همین چیزی که ما میتونیم پول در بیاریم، چرا مثلا اسامی پیچیده به کار برم بعد مثلا بیاید پیام بدی این اینجایی که این کلمه رو به کار بردی معنیش چیه؟ همین چیزایی ما نداریم. به زبون ساده فقط بتونید پول در بیارید، اصلا مهم نیست مثلا شما امتحان نمیدید به کسی جواب پس نمیدید، فقط نکاتی رو یاد میگیرید که پول در بیارید. به همین زبان ساده بهتون میگم اینجا اینطوری شد، اینجا وارد شد. و ببینید بچا ما حدود تو یه روز، خب یه روزم کامل نیست، الان ساعت 12:30 روز بوده، روز پنجشنبه بوده، تو همون روز پنجشنبه ما حدود 10 تا پوزیشن گرفتیم، فقط یه دونه حساب، یعنی ویلیت 90% تا اینجا. 1 2 3 بچا بشماریم از چند پوزیشن یه دونه استاپ کنیم، 2 4 5 6 7 8 9 11 دیگه همینا بود بچا. از 11 پوزیشن ما یه دونه استاپ کنیم، یعنی ویلیت 91 92 فعلا. خب ولی ویلیت 87 88 داره که خیلی خفنه بچا. تو یه روز این همه پوزیشن تیپی، شما همون روز اول 2 3 تا اول تیپی بگیری دیگه بلند شو، نیاز نیست برسی به آخرای روز به استاپش که بوده ساعت 6 7 بوده، شما همون اول صبح تیپی تو گرفتی برو نوش جونت. تازه ما تا 12:30 اینجا اومدیم
ورتر بریم ما ستاپ خیلی بیشتری داریم. مثلا اینجا یه دونه ورود داریم، من زومش بکنم قشنگ ببینید. ما اینجا یه ورود داریم و دیگه بخوام بهتر بهتون بگم اینجا هم یه دونه داریم که ناحیه‌اش اینجا افتاده و بخوایم بیشتر من بخوام بررسی بکنم یه دونه اینجا داریم. بچه ورودها زیاده، بچه این استراتژی ورودهای زیادی داره، از چه بالایی داره، ویلیت بالایی داره، پس حتما ساده ازش نگذرید. فکر نکنید رایگان پس فرسوده است فلان. فقط میگم خودتون 10 دقیقه 20 دقیقه برید بک تست و فوروارد تست بگیرید الان تو لایو مارکت میفهمید از چه قراره قدرت این استراتژی و حتما بچه استفاده کردید. نظراتتون رو تو دایرکت برای من بفرستید، سوداتون رو برای من بفرستید و امیدوارم نهایت لذت رو ببرید. و بچه حتما تو دایرکت بگید، تحلیل‌ها رو هم براتون میذارم، تحلیل‌های روزانه و استراتژی رو براتون آپدیت میکنم به صورت رایگان و خلاصه امیدوارم لذت ببرید و شما رو به خدای پاک میسپارم. تا ویدیوهای بعدی ارادت.